پرتاب به نفع ماشین سازی، بلافاصله توپ رو پرتاب میکنند. موسوی ارسال بلند روی تیر 2، خروج اشتباه دروازه‌بان که خطای بازیکنان ماشین سازی اعلام شده و امیر تیزرو حالا این کار انجام میده. روی تیر 1 یه لحظه داشتن همکاری میکردن مدافعان. خوشمزه جریمه مهری در عمق، فرصت برای بازیکن ماشین سازی، رو سر توپ میزنه، ضربش رو هم میزنه و از بالای دروازه به بیرون میره. چه فرصتی رو از دست داد. معبودی بود که این فرصت رو از دست داد. بعدش تصویر توپ رو به مالکیت داماشیا در میاره. ضد حمله برای داماش، خطرناک هستن بازیکن داماش در این صحنه. 3 در مقابل 4 پشت محوطه جریمه، یک ضربه روی زمین و دورسازی بود. حالا این سم باز هم بازیکن ماشین سازی، فرصت هست داخل محوطه جریمه و توپی که کاملا بستن در این لحظات بازی رو بازیکن داماش. معبودی رو پای راستش، فرصت برای شوت زنی هست. حالا همین کار انجام میده و عکس العمل دیدنی از الهایی که در میاره توپ رو. زنده رو، مهدی زاده، موسوی ارسال بلند روی دروازه، فرصت برای بازیکن ماشین سازی در داخل محوطه جریمه حریف و فرید کریمی بهزادی که یه لحظه اشتباه از بازیکنان ماشین سازی توپ رو تحویل آل کثیر میدن. از جانب چپ حرکت را آغاز کردن بازیکنان داماش داخل محوطه جریمه، تکل بلند و به موقع و خطای پنالتی برای داماش. ببینید صحنه رو، حرکتی که عباس کندل انجام داد، تکل بلند زنده رو، آیا خطا بود یا نه؟ شاید کارشناسان داوری بتونن بهتر در مورد این صحنه نظر بدن. که زد زنتی برای داماش. حالا با سوت داور تیزرو حرکت میکنه، ضربش رو میزنه برخلاف جهت حرکت دخصوص و گل اول برای داماش. ببینید صحنه گل رو فرستاد به سمت راست خودش و چپ دروازه‌بان حریف و گل اول داماش. معبودی با پای راست ارسال بلند داخل محوطه جریمه، یه ضربه سر و دروازه‌بان با پای راست رو میفرسته روی دروازه. ضربه سر اول رو مختاری به توپ میزنه پشت محوطه جریمه، بازیکن ماشین سازی صاحب توپ و توپی که به یاسر اللهی میرسه. 4 تیم استقلال سایپا و استقلال خوزستان و نفت با یکی بازی بکنه. یه بار دیگه یه ضد حمله داخل محوطه جریمه و خروج به موقع از دخصوص که کریمی ارسال با پای راست داخل محوطه جریمه، فرصت هست و دور شدن توپ دوادی توپ رو میرسونه به قادری. موسوی با پای راست ارسال روی دروازه، فرصت هست برای ماشین سازان. خالقی فر و توی دروازه بالاخره گل برای ماشین سازی در لحظات پایانی بازی و ماشین به جام حذفی برمیگرده. مساوی کشیده میشه. ببینیم صحنه رو. پاشنه شده برای رضا خالقی فر، ضربه این بازیکن برخورد به مدافعان حریف و توپی که راه دروازه داماش رو پیدا میکنه. معبودی پشت محوطه جریمه، خرم الحسینی یه پاس به پشت مدافعان، یک ضربه آکروباتیک قشنگ از رضا خالقی فر که اگه به پاش میگرفت میتونست یکی از زیباترین گل‌های فصل رو رقم بزنه که توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. ببینیم صحنه رو. پاس قشنگی رو هم داد خرم الحسینی، کنترل مناسبی رو داشت، ضربش رو هم زد، اما مدافعان داماش رضانیا با پای راست ضربش رو میزنه در حالی که خودش چپ پا هست و توپش پرونده هفته 11 رابطه لیگ برتر بسته خواهد شد. ارسال انجام میشه روی دروازه و ضربه سری که روی تیر 2 زده میشه و توپ از بالای دروازه به بیرون. تصاویری که در اختیار شماست انجام بدیم. یه فرصت داخل محوطه جریمه، فرصتی که تبدیل به گل نشد و توپ دور میشه توسط بازیکنان داماش. دخصوص ببینیم صحنه رو. داخل محوطه جریمه اهل شاخه این ضربه رو زد، برخورد با دیرک دروازه و بدشانسی محض
بتونن به دروازه حریف برسن. فرهادی ارسال روی دروازه، موقعیت عالی برای بازیکنان ماشین سازی که باز هم توپ رو برمیگردونند. حالا باید ضربه زده بشه، حرکت میکنه خرم‌الحسینی، ضربه رو هم میزنه و توپ درون دروازه قرار میگیره. همیشه اولین پنالتی ها حساس و تاثیرگذار هست. با پای راست ضربش رو میزنه به کنج دروازه، به زیر. نفس ها در سینه حبس، حرکت میکنه فرهادی و ضربش به دیرک دروازه برخورد میکنه. گندل حرکت میکنه، ضربش رو میزنه و توی دروازه. سید احمد موسوی حالا حرکت میکنه، ضربش رو هم میزنه و توپ درون دروازه قرار میگیره. در این بازی با پای چپ ضربش رو میزنه و توی دروازه. او هم به عنوان بازیکن تعویضی در این دار به زمین اومد. توحید غلامی حرکت میکنه، ضربش رو هم میزنه، دروازه‌بان توپ رو میگیره، به هر ترتیبی هست. طاهر نژاد حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و این بار دخصاص هست که توپ رو میگیره. حرکتش رو انجام میده، ضربش رو میزنه و دیدک دروازه و تمام و داماش تیم دست دومی رقابت‌های فوتبال کشورمون در جمع 4 تیم پایانی رقابت‌های جام حذفی قرار میگیره. شگفتی‌ها تکمیل میشه با این نتیجه. در مجموع داماش 4، ماشین سازی 3.